سال 95 سالی خوب برای خودروسازان داخلی و سالی پرچالش برای وارد کنندگان خودروهای خارجی. اردیبهشت 95 کمتر از 4 ماه از اجرای برجام می‌گذرد. صنعت خودرو طی سالهای 90 تا 94 به دلیل تحریم‌ها ضربه سختی خورده است. اجرای برجام برای همه فعالان این صنعت آثار ارزشمندی دارد. احتمال ورود شرکت‌های خودروسازی خارجی برای همکاری با خودروسازان داخلی از مهمترین اخبار اقتصادی این روزهاست. وارد کنندگان خودرو نیز با اجرای برجام امیدوار شدند، اما با چالش‌های بزرگی مواجهند. اولین ضربه ای که به موضوع واردات خودرو وارد شد موضوع خودروهای امریکایی بود. چالش بسیار عظیمی رو در کشور رقم زد و عده زیادی گرفتار شدند و مبحث این بود فرمایش مقام معظم رهبری که خودروهای امریکایی و یا کالاهایی که محصول دست امریکایی ها هست به کشور وارد نشه و به اقتصاد کشور متخاصم امریکا کمک نکنیم. من نمیدونم این قضیه واردات خودروهای آمریکایی چیه که حالا سر زبانها افتاده و بعضیا میگن. خودروهای آمریکایی رو خود آمریکایی‌ها مصرف نمی‌کردن. این توی مطبوعات آمریکایی‌ها منعکس شد. ما دیدیم. میگفتن مصرفش زیاده، سنگینه. ما از فلان مثلا فرض کنید کارخانه خودروسازی رو به ورشکستگی آمریکا استفاده کنیم، اونم آمریکا. اینها رو بایستی به طور جدی جلوش ایستاد. کی بایسته؟ خود مسئولین، خود وزرای محترم. من میدونم افرادی هستن از پشت فشار میارن، منفعت دارن، سود دارن، فشار میارن، جلوی این فشارها بایستن. از این مقوله عده‌ای سوء استفاده تمام و کمال رو بردن و شرکت هایی که برندهای غیر امریکایی بود و یا بعضا در امریکا حالا بخشی از اونها تولید و یا ساخته میشد رو اومدن برداشت کردن که این خودروها نباید شماره گذاری بشه، در حالی که همه این خودروها به صورت کاملا قانونی و از مجاری قانونی با پرداخت عوارض، تعرفه و گمرکی وارد کشور شده بود. بالغ بر 2000 دستگاه خودرو در اختیار مردم بود از برندهای مثل تویوتا، هوندا و بی ام و که اصلا اصالتا این خودروها خودروهای امریکایی نبودن و 9 ماه اینها در پارکینگ خونه ها یا پارکینگ شرکت ها به صورت آهنپاره افتاده بود با برداشت ناصحیحی که از فرمایشات مقام معظم رهبری داشتن بعضی از آقایون و شروع کردن به مقابله با واردات خودرو. دی ماه 1395 دستورالعملی برای ممنوعیت واردات خودرو تهیه شده و سامانه ثبت سفارش واردات برای بسیاری از دسترس خارج می شود. مدتی بعد سیستم ثبت سفارش برای نمایندگی ها فعال می شود، اما همچنان شرکت های غیر نمایندگی قادر به ثبت سفارش نیستند. با این دستورالعمل حدود 600 شرکت وارد کننده از گردونه بازرگانی خارج می شوند، در حالی که تعهدات عدیده‌ای برای شهروندان و مشتریان خود دارند. در مقابل فقط شرکت های نمایندگی خودروهای خارجی که حدود 90 شرکت هستند در عرصه باقی می مانند. این ثبت سفارش قیمتی شد به علت اینکه دیگه بسته بودیم جلوی این ثبت رو با عنوان ماده 6 قانون جلوگیری از خروج ارز و ساماندهی بازار ارز که جناب آقای جهانگیری این رو ابلاغ فرمودن و ثبت سفارش ناگهان تبدیل به یک کالای خاص و دارای ارزش شد. آثار این تصمیم وزارت صنعت پردامنه است. مسئولان ادعا می‌کنند این تصمیم برای جلوگیری از خروج ارز از کشور و در جهت تأمین منافع ملی صورت گرفته است، اما آثار سیاستی ممنوعیت ثبت سفارش برای بسیاری از شرکت‌های وارد کننده باعث ارزشمندی ثبت سفارش می‌شود. نتیجه این که این کالا رو تبدیل به کالای خاص و ارزشمند کردیم این شدش که در فروردین و اردیبهشت سال 96 با حجمه عظیمی از واردات خودرو به کشور مواجه شد. اهداف سیاستگزار نه تنها محقق نمی شود، بلکه واردات خودرو و ثبت سفارش آن به شدت افزایش می یابد. پس از افزایش شدید واردات خودرو که در نتیجه سیاست‌های دولت است، سامانه ثبت سفارش خودرو در خرداد و تیر سال 96 به یک باره متوقف شده و از دسترس خارج می شود. سامانه ثبت سفارش یک شبه بسته شد
اوایل فرمودند که ما این سامانه رو داریم میبندیم با این عنوان که در حال تعمیرات و احیا و بروزرسانی هستیم. این اتفاق تأثیر شدیدی بر بازار خودروهای خارجی می‌گذارد و افزایش قیمت خودروهای خارجی ادامه دارد. دی ماه 96 سامانه ثبت سفارش برای همه وارد کنندگان اعم از نمایندگی و غیر نمایندگی فعال می شود و پس از 20 روز شرکت‌های غیر نمایندگی دوباره از ثبت سفارش منع می شوند و شرکت‌های نمایندگی نیز پس از چند ماه در ابتدای سال 97 دچار سرنوشتی مشابه می شوند. این شرایط تا سال 97 ادامه دارد و در این سال با افزایش ناگهانی قیمت ارز بازار خودرو بیش از پیش ملتهب می شود و قیمت‌های خودروهای خارجی به شدت افزایش می‌یابد. این افزایش قیمت و جهش ارز به خودروهای داخلی نیز سرایت کرده و قیمت آنها را 50 تا 80% افزایش می‌دهد. بسته شدن ناگهانی سامانه ثبت سفارش واردات خودرو در تابستان 97 خبرساز می‌شود. دوره آقای نعمت‌زاده ساعت 12 یه جلسه برگزار میشه تو دفتر ایشون. آقای خسروتاج هم بودند. و اعلام میشه که از ساعت 6 بعد از ظهر سامانه ثبت سفارش خودرو بسته بشه. توی این 6 ساعت 7000 خودرو اینا ثبت سفارش میکنن. و همون ماجراست که میشه نهایتا 34000 خودرو. 34000 خودرو چند روز بعد از این که این بخشنامه اعلام به خود خودروسازان اعلام نکرده بودن اینو. بعدش که اعلام میکنن چند روز بعدش که باز دوباره ثبت سفارش انجام میشه با شاگردای خودشون و بعد الکی اعلام میکنه هک شدیم. هک چیه؟ چرا جلوی هک رو نگرفتید؟ چرا اجازه دادید بیاد؟ این اقدام توجه بسیاری را به خود جلب می کند. اما این پایان کار نیست. ادامه فعالیت‌های تحقیقاتی در این زمینه درهای تازه‌ای را برای شناسایی رانت‌ها و فسادهای موجود در بازار خودرو باز می کند. ما اول باید بدونیم که در یک فضای کاملا انحصاری و رانتی داریم کار میکنیم. تو موضوع خودرو، اقتصاد خودرو جمهوری اسلامی کاملا انحصاری و رانتیه. خب موضوع رانت رو هم همه کاملا آشناییم. تغییر یا تفسیر قانون به نفع گروه و یا اشخاص خاص. بزرگترین سوالی که در این زمان به وجود می آید این است که این رانت چیست، از کجا نشأت می گیرد و چه کسانی از این رانت بهره مند می شوند. آیا این تنها برخی وارد کنندگان خودرو هستند که از رانت قابل توجهی بهره میبرند؟ از قبل از انقلاب خانواده آقای حدادزاده تویوتا رو وارد ایران میکرده. آقای گرامی 23-4 سال روی برند کیا و هیوندا سرمایه گذاری کردن و این دوتا نوع از خودرو رو وارد کشور میکردن. خانواده آقای دیلمی، خانواده آقای فردوس، خانواده آقای حقیقت، خانواده آقای فتحی، آقای جوکار، اینا فعالین این حوزه هستن. اینایی هم که من اسم بردم 10 تا برند اول دنیا هستن. تصور من مثل شما اول این بود که خودروها در اختیار چند تا خانواده است. یه عده خیلی خاص دارن سود میبرن این وسط، یه عده خیلی خاص دارن خون مردم رو دارن میمکن. تمام خودروهای خارجی که داره وارد میشه بنز، بی ام و است، نمیدونم لکسوس فلانه، ولی اون تصورات اشتباهی از نظر من. چرا اشتباهه؟ به خاطر اینکه رسیدیم به این موضوع که سودش کی داره میبره. اگر ما در فضای اقتصادیمون یک فضای شفافی نداریم، اگر قوانین و مقرراتمون هر روز تغییر میکنه، یعنی به مفهوم اینکه فضای نااطمینانی اقتصادی داریم در فضای اقتصادی سیاسی، خب به هر حال چه اونی که موز وارد میکنه، چه اونی که لوازم خانگی وارد میکنه، چه اونی که این خودرو رو داره وارد میکنه، مجبور خودش رو بیاد وصل بکنه به یک منابع قدرتی که سرمایه گذاریش از بین نره. اتفاقات رخ داده این زن را تقویت می کند که مجموعه اقدامات صورت گرفته از سال 95 توسط مافیای خودرو کارگردانی می شود تا بازار در انحصار خودروسازان داخلی قرار بگیرد. این عملیات منجر به ایجاد بازار انحصار کامل میشه. بازار رو شما کاملا داری قبضه میکنی، در اختیار دو تا خودروساز میذاری، بقیه هم داری از گود به در میکنی. به نظر میرسد شرکت‌های قطع سازی به رغم اینکه در صحنه اتفاقات بازار خودرو خبری از آنها نیست، اما دارای نفوذ بالایی هستند و افرادی شاخص سهم بزرگی در مهندسی بازار خودرو دارند. اگر اسمشو مافیا بخوایم بذاریم، اگر اسمشو عرض خدمت شما که یک جریان بخوایم بذاریم، هر چی بخوایم بذاریم، از نظر من موضوع خودروی کشور، معضل خودروی کشور، تمامی اینها پشتشون خودروسازی داخلی هستند.
به خاطر انحصاری که به وجود آوردن، به خاطر اجازه‌ای که نمیدن خودروهای خارجی وارد بشه به هزار دلیل. اون منافعی که برای دارن این وسط، منافع دولت هست، منافع یه سری رانتخوار هست، یه سری منافع سودجو هست، منافع همه افراد باعث می شود که خودروی داخلی با قیمت‌های خیلی وحشتناک و غیر قابل پیش بینی حتی در اختیار خود مردم قرار بگیره. از اون برای شما چند هزار خودرویی که میتواند کنترل بکنه این فضا رو دپو بکنید و کاملا همه چیز دستتون بگیرید. این فضاییه که توسط یک سری رانتخوار و یک سری سودجو به وجود اومده. اگر بازار رقابتی باشه، خودروسازان داخلی باید در رقابت خارجی قرار بگیرن، در رقابت در سطح بین المللی، ولی اینطور نبوده و خودروسازان ما طی این 50 سال گذشته موفقیت‌های خوبی رو کسب نکردن. 14% در ایران خودرو، 17% در سایپا دولت سهام داره و دولت اجازه نمیده بخش خصوصی ورود کنه، نقش آفرینی کنه. دولت مدیر عامل انتخاب میکنه، هیئت مدیره انتخاب میکنه، حیات خلوت هر دولتی که میخواد باشه، توی دولت خاص مد نظرم نیست، دولت ها بوده و هر طور دلشون میخواد این مدیریت میکنن بحث ایران خودرو و سایپا رو. قدرت رقابت رو از بخش خصوصی گرفتن و اجازه نمیدن بخش خصوصی نقش آفرینی کنه و وارد صحنه بشه و در سطح حالا بین المللی رقابت با سایر کشورهای اروپایی و آسیایی اینها رو داشته باشه و این یک آرزویی است که شامل حال ایران خودرو شده و ما باید این بحث سهام دولت رو تعیین تکلیف کنیم، دولت رو دور کنیم از این مسئله، اجازه بدیم بخش خصوصی وارد بشه و رقابت رو داشته باشه. این شرکت یه تابلوه، یه فیسه، یه چیزی این جلوه. این شرکت یه بدبختیه که ازش داره سوء استفاده میشه. من چرا تاکید میکنم؟ این صنعت ملی ماست، بخوایم یا نخوایم ما این همه سرمایه ریختیم این تو، این مال ما، همه ماست، صبح نمیتونیم بگیم ببندیش. مطلب اینه اینجا یک پوشش یا کاوریه که شما میتونی میلیاردها تومن پول رو برسونی به افراد مختلف با اشکال مختلف. فرض کنید شما یه دستگاه اکسترودر دارید، قالب واتر پمپ پراید رو میزنه. سال 1370 شما به این فیز نائل شدید که این واتر پمپ رو بزنید. یه قالب حالا یا خودتون ساختید در داخل یا بردید. وقتی این قالب رو قراردادش رو امضا میکنید میگه 1 میلیون ضرب اکسترودر چی؟ واتر پمپ پراید. خب اگه قرار باشه 2 سالی 1 میلیون تولید بشه و این پراید از سال 1375 تولید بشه، الان سال 1397 هستیم، یعنی شما با همین قالب همینجور ضرب و بگیری و بیای، هم پول خودش در میاد، هم پول قالبش در میاد، هم پول دستگاهش در میاد، هم پول کارگرش تا حالا در اومده. حالا اینو تامین بدید به بقیه قطعات. بعدن اون موقع شما به عنوان ذینفع اون ماشینه، به عنوان پراید، اصلا اجازه میدی موتور این یه تغییری بکنه؟ نه واقعا اجازه میدی؟ من خودم میگم نمیذارم. این پراید بعد همینجوری همین پراید باشه و بیاد جلو. سال 95 تویوتا کورولا قیمتش 160 میلیون تومان بود. شما اگر بخوای محصول داخلی خودتو، دینای خودتو 160 میلیون تومان بفروشی، نمیتونی همتراز با تویوتا کورولا باشی. باید جلوی تو گمرک جلوی واردات خودرو رو بگیری، ماشین 160 میلیونی بکنی 400 میلیون تومان که ماشین بی‌کیفیت خودتو 160 میلیون تومان بتونی بفروشی. اون چیزی که ما بهش رسیدیم اینه که هم در قطع سازان یک شبکه وجود داره، هم در بحث ایران خودرو و سایپا که شبکه عظیم و مافیایی درش نهفته شده. حالا اینم اصلا مثل رود روشن مشخصه دیگه. عباس ایروانی، مالک گروه اعزام، سال 76 گروه اعزام را تأسیس می‌کند که از 12 شرکت بزرگ تولیدی تشکیل شده است. طبق توضیح مدیر عامل هلدینگ اعزام، این مجموعه برای ایران خودرو و سایپا قطعات خودرو تولید می‌کند. علاوه بر این، عباس ایروانی در هیئت مدیره اعزام، گروه ساختمانی اعزام و مؤسسه خیریه حضرت فاطمه نیز حضور دارد. هلدینگ اعزام از سال 1376 انحصار تولید قطعات خودرو را در اختیار خود دارند. آقای ایروانی مالک اصلی
گروه اعزام هست که از دهه 70 وارد بحث ساخت و تولید قطعات خودرو شده. رقیبی داره به اسم کروز. آقای ایروانی چجوریه که از وقتی ورود میکنه به موضوع خودرو و قطع سازی خودرو، از دهه 70 که وارد میشه پراید دوباره به همون شکل داره ساخته میشه. خیلی از 405 به همین شکل داره ساخته میشه. هیچ تغییری هم صورت نمیگیره تو اینها. نه تو قیافه نه تو کیفیت که هر روز بدتر داره میشه. قیافش ثابته و تغییر نکردن. شما ببینید که این منافع رو این آدم و آدمای دیگه مشابه آقای ایروانی چجوری دارن به دست میارن. شما ببینید که با خیلی از همین مافیاها برخورد قضایی میشه. 24 ساعت بیشتر نمیتونن این آدمو نگه دارن. اینا رو کجاها وصلن؟ گروه قطعه سازی اعزام و شرکت کروز بزرگترین تولید کنندگان قطعه در کشور هستند. این دو به انواع مختلف در شرایط امروز صنعت خودرو سهم بسزایی دارند. این دو شرکت و شرکت‌های دیگه که حالا شما مطلع هستید، اینها با اون ارتباطاتی که با مسئولین مخصوصا وزارت سمت و افراد اثرگذار دارن، یعنی تقریبا شبکه شدن. این شبکه داره قیمت مشخص میکنه، از انحصار بیرون نمیاد و این خون ملت رو داره نیمه کن. عباس ایروانی در سالهای 91 و 97 دستگیر می شود. ایروانی در سال 97 700 میلیون دلار ارز دولتی 4200 تومانی را برای واردات قطعه دریافت می کند، اما سرنوشت آنها مشخص نیست. با این روند شاهدیم که مثلا تا 10 سال 20 سال آینده هم باز دوباره همون پراید و تا زمانی که خب به حال ایشون زنده هستن و میتونن قطعه تولید بکنن، خودروسازی ما به حال دارن استفاده میکنن از قطعاتی که ایشون داره تولید میکنه. این خیانته. تو حوزه خودروسازی ما امثال ایروانی ها زیادند. ایشون به خاطر حالا چند تا دستگیری یا چند تا مثلا اعمال نفوذ یا هر چیزی که هست اسمش مطرح شده، هستن از این آدم ها که خودروسازی ما پیوند خورده به حضور اینها، که تا زمانی که اینها باشن همچنان همین خودروسازهای ما شروع میکنن به تولید پراید و 405 و این مزخرفاتی که هیچ جای دنیا کسی دیگه سوار اینها نمیشه. 40 سال تمام به هر نوعی که شما تونستید از این صنعت حمایت کردید. ببینید مشکل کار کجاست. سیاستگزار باید نقش ناظر داشته باشه، باید ناظر باشه، هماهنگی بکنه بین تولید کنندگان خودرو مثلا و وارد کنندگان خودرو. وقتی که سیاستگزار خودش میشه مجری، خودش میشه صابونگاه، میشه اینی که امروز هستیم. سیاستگزار صابونگاست، هم سیاست دستشه، هم در کشور دستشه، هم مالک اون بنگاه هست. من نمیگم اینا نباید باشند، اما اینها در فضای رقابتی به اینجا رسیدند یا در فضای انحصار. انحصار باعث شده که اینها انقدر قدرتمند بشن و صنعت خودروی کشور رو دستشون بگیرند، یا رقابت سالم. چند شرکت خارجی مشابه اجازه داشتن بیان وارد کشور بشن توی این فضا و با این رقابت بکنن و نتونستند. اینها باید برای مردم شفاف کرد، اینها باید برای مردم گفت. اصلا خودروساز به اندازه اون مافیا داره سود میبره یا نمیبره؟ این همه خودروی بیکیفیت به اسم ایران خودرو، به اسم سایپا داره دست مردم میرسه. سودش نهایت آیا یک دولت که انحصار خودرو در اختیارش هست، آیا به اندازه اون مافیای قطعه ساز داره سود میبره یا نمیبره؟ تحقیق و تفحص از مجلس که انجام شد، بیش از 4000 صفحه تحقیق تفحص انجام شد. 30 صفحه‌شو برای مردم برای انتشار دادن دست عموم. 30 صفحه. چرا مجلس ما هم زورش نرسید به این مافیا؟ تحقیق تفحص کرد. شما میدونید تحقیق تفحص چقدر هزینه داره؟ همه این کارا انجام شد. چرا 4000 از 4000 صفحه چرا 30 صفحه فقط؟ یعنی تا این سطح این افراد نفوذ کردند، تا این سطح این افراد روی موضوع، رو آدم‌ها و روی دولت اشراف دارن، رو مجلس اشراف دارند. 40 سال یک صنعت خودرو کشور رو دستشون گرفتند. چه کسایی تو دولت یا جاهای دیگه از بالا بگی تا پایین، چه کسایی نفع میبرن این وسط که فردی که دستگیر شده 24 ساعت بیشتر نمیتونن نگهش دارن؟ این نظر چند نفر رو داره تامین میکنه؟ این به چند نفر داره سود میرسونه؟ 150% تعرفه مستقیم و غیر مستقیم میبندی به روی خودرویی که مردمت میتونن با 70 میلیون تومان سوارش بشن، تبدیلش میکنه به خودرو 400 میلیون تومانی. این وسط یه دم سوء استفاده چی؟
حالا اسمش میخواد بذاری وارد کننده یا هر ایکس ایگرگی، سود بیش از حد ازت طلب میکنه. یه ماشینی که میتونی با 100 میلیون تومان بذاری در اختیار مردم، خودرو روز دنیا تبدیلش کنی به یه ماشین 600 میلیون تومانی. اون بحث برداشتن تعرفه و آزاد شدن خودروهای خارجی کمر اینها رو میشکنه، این گروهایی که هستن. تا زمانی که دولت دست داره توی بحث خودروسازی، تا زمانی که مجلس همکاری میکنه با دولت سر افزایش تعرفه ها و قوانینی که به نفع خودروساز داخلی داره تصویب میکنه، تا زمانی که قطعه ساز همون قطعات رو داره تولید میکنه و سود داره تو تولید اون قطعات، وضعیت ما به همین شکل خواهد شد. شما کافیه 1 ماه، فقط 1 ماه مرز رو باز بکنید، تعرفه رو کاهش بدید. تعرفه همه جای دنیا الان تعرفه چقدر واردات خودرو، 1 ماه فقط اجازه بدید واردات خودرو انجام بشه. کمر این صنایع خودروساز داخلی میشکنه و به نظر من کمرش باید بشکنه، چون سالیان سال 40 سال داره به مردم خیانت داره میکنه، 40 سال دستش تو جیب مردمه. من صدای خرد شدن انحصار در خودروسازان و انحصار در باندها و راندهایی که الان در جاهای مختلف کشور هستن، در گمرک هستن، در بانک‌ها هستن، در صدای خرد شدن این انحصار دارم میشنوم، اونم با شفافیت و با مطالبه مردم و آگاه شدن مردم. قاطعانه 100% دست مافیاست خودروسازی ما، 100% دست مافیاست، چه پیدا و چه پنهانش، اصلا شک نکنید. نمیدونم خود مردم ما یه خود باید به خودشون بیان. چطور میشه مردم رو آگاه کرد که آقا اینها 40 سال گوش شما رو بریدند و همچنان شما دارید از این دارید حمایت میکنید. خودروی آشغال بی‌کیفیت داری میدی دستش و ظرف نیم ساعت سایت هم بسته میشه و درخواستا همه داده میشه. واقعا کیا دارن اینا رو ثبت نام میکنن و کیا دارن میخرن اینها رو و کیا دارن به این التهاب کمک دارن میکنن؟ شرایط انحصاری و رانتی بازار خودرو همواره در زمان تحریم‌ها شدیدتر می‌شود. در قسمت دوم این گزارش، ابعاد گسترده‌تری از رانت‌های اقتصادی موجود در صنعت خودروسازی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.